حتما دستگاهتون رو توی محافظ بزنید تا به علت نوسانات برق خدای نکرده موقع دستگاهتون نسوزه و حتما حواستون باشه که همراه با هیچ دستگاه دیگه‌ای دستگاه های فرکانسی توی برق نباشه. به علت ولتاژ بالایی که داره باعث میشه دستگاه دیگه‌ای که همزمان باهاش توی برق هستن خدای نکرده بسوزه. پروب قارچی که مخصوص کل صورت هست رو به حالت پیچشی روی دستگاه سوار کردم، ضد عفونی کردم و حالا دارم از یه ژل هیدرودرمی استفاده میکنم. ژل رو کامل روی کل صورت پخش کنید. اول کار شما باید دستگاه رو روی درجه خیلی پایین بذارید، انگشتتون رو به پروب بچسبونید و در نهایت پروب رو خیلی آهسته روی صورت کلاینت بذارید و دستتون رو جدا کنید تا اون برقی که دستگاه از خودش استطاع میکنه احساس منفی به کلاینتتون نده و آروم آروم درجه رو بالا ببرید و به صورت دورانی و خطی روی کل صورت کار کنید. اگه مثل من اونقدر تسلط دارید که میتونید از روی چانه رد بشید و به گونه سمت مخالف برسید که چقدر عالی. ولی اگر که نمیتونید دستگاه رو خاموش کنید، مجددا مثل بار اول روشنش کنید، یعنی روی درجه کم بذارید، انگشتتون رو به پروب بچسبونید، پروب رو روی صورت کلاینت بذارید، دستتون رو آهسته بردارید و درجه رو آهسته آهسته بالا ببرید. میریم سراغ پروب نقطه‌ای که مخصوص خشک کردن جوش هاست. به حالت پیچشی وارد دستگاه کنید، درجه رو روی کم بذارید، انگشتتون رو به پروب بچسبونید و دستگاه رو روی جوش بذارید. دستتون رو آهسته بردارید، درجه دستگاه رو بالا ببرید. حالا که خوب تسلط پیدا کردی، خیلی کم دستگاه رو از جوش فاصله بده و توی دل تا 20 بشمار تا اون جوش باکتری زدایی بشه و خشک شه. حالا خیلی آهسته پروب رو از دستگاه خارج کن و اونو تمیز و ضد عفونی کن. اینم پروب قارچی هست که برای کنارهای بینی و گاهن برای زیر چشم استفاده میشه. پروب شانه‌ای رو به حالت پیچشی وارد دستگاه کن، هدبند رو باز کن. میخوایم با این پروب فولیکول های مو رو از فاز خواب بیرون بیاریم و کف سر رو باکتری زدایی کنیم. دقیقاً مثل پروب های دیگه با درجه کم روشنش میکنیم، دستمون رو به پروب میچسبونیم، روی کف سر میذاریم، در نهایت درجه دستگاه رو بالا میبریم و به حالت رفت و برگشتی که توی کلیپ داریم میبینید به کف سر هم چسبیده باشه و فولیکول های مو رو از فاز خواب بیرون بیار. مطالب تکمیل تر رو براتون توی کپشن نوشتم. منو سابسکرایب کن تا بتونی از مطالب آموزشی که قرار براتون بذارم خیلی خوب استفاده کنی.